سوال یه مربعی رو به ما داده به طول ضلع 20 واحد که روی ضلع پایینیش دو تا نیم دایره هم اندازه به این صورت قرار گرفتند. روی این دو تا نیم دایره یه دایره بزرگ قرار گرفته که این نقطه بالاییش به ضلع بالایی این مربع مماس شده. حالا سوال از ما میخواد با توجه به اینکه طول ضلع این مربع رو داریم مساحت این دایره رو به دست بیاریم. به نام خدا. سلام، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوبی عددباز. توی این ویدیو میخوایم مساحت این دایره زرد رنگ رو به دست بیاریم. همین اول کار بیایم تکلیفمون رو با این دو تا نیم دایره مشخص کنیم. با توجه به اینکه اندازه ضلع این مربع 20 واحده، ما میتونیم بگیم اندازه قطر هر یک از این نیم دایره ها میشه 10 واحد. درست؟ پس اندازه شعاع هر یک از این نیم دایره ها هم میشه 5 واحد. پس اندازه این قسمت رو ما میتونیم بگیم هست 5 واحد. حالا تو قدم بعد میایم مرکز این دایره زرد رنگ رو به مرکز این نیم دایره وصل میکنیم به این صورت. خب ما میدونیم که فاصله مرکز دو تا دایره مماس بر هم میشه برابر مجموع شعاعهای اون دو تا دایره. شعاع این دایره رو ما داریم، اندازش 5 واحده. شعاع این دایره زرد رنگ رو هم مثلا اسمش رو میذاریم آر بزرگ. این قسمت هم گفتیم 5. پس اندازه این پاره خط شد آر به اضافه 5. حالا تو قدم بعد میایم مرکز این دایره زرد رنگ رو به نقطه مماس این دو تا نیم دایره وصل میکنیم به این صورت. ما میدونیم که اندازه این زاویه میشه 90 درجه. دلیلم داره. ببینید ما از یه نقطه در بیرون از یک دایره، یعنی بیرون این نیم دایره، یه خطی رو مماس بر اون رسم کردیم. یه قضیه داریم که میگی ما اگه بیایم شعاع یک دایره رو بر خط مماس بر اون دایره رسم بکنیم، شعاع دایره بر اون خط مماس در اون نقطه‌ای که با هم تماس پیدا میکنند عمود میشه. پس اندازه این زاویه میشه 90 درجه. خب این 4 ضلعی بزرگ که داشتیم این هم یه مربع بود دیگه، پس اندازه این زاویه هم 90 درجه هست. پس در حقیقت ما میتونیم بگیم این خط قرمزی که اینجا رسم کردیم موازی این ضلع مربع هست. الان یه کاری میخوایم انجام بدیم. میخوایم اندازه این پاره خط قرمز رنگ رو مشخص کنیم. ببینید ما اگه این پاره خط قرمز رنگ رو امتداد بدیم تا این ضلع بالایی رو قطع بکنه، اندازش میشه 20 واحد. دقیقا هم اندازه این میشه. درست؟ الان ما از اون 20 واحد این مقدار آر بزرگ که اندازه شعاع این دایره زرد رنگ هست رو کم کردیم. پس یعنی اندازه این پاره خط قرمز رنگ میشه 20 منهای آر. الان کار ما خیلی ساده شد. ببینید ما الان اینجا یه مثلث قائم الزاویه داریم که تنها پارامتر مجهول تو اندازه اضلاعش مقدار آر هست. پس اگه بیایم اینجا یه قضیه فیثاغورس رو بنویسیم میتونیم مقدار آر رو به دست بیاریم. تو قضیه فیثاغورس میگیم قاعده به توان 2 یعنی 5 به توان 2 به اضافه ارتفاع به توان 2 یعنی 20 منهای آر به توان 2 مساوی میشه با وتر به توان 2 یعنی 5 به اضافه آر به توان 2. الان میایم توی این رابطه پرانتز ها رو باز میکنیم. 5 به توان 2 میشه 25 به اضافه این عبارت اولی به توان 2 میشه 400 به اضافه دومی به توان 2 میشه آر به توان 2 منهای 2 برابر اولی در دومی یعنی منهای 40 آر مساویه. این پرانتز دومی رو هم باز کنیم میشه اولی به توان 2 یعنی 25 به اضافه دومی به توان 2 یعنی آر به توان 2 به اضافه 2 برابر اولی در دومی. حالا میایم از طرفین آر به توان 2 ها رو میزنیم بره.
همچنین 25 ها رو هم میتونیم بزنیم برند. الان میایم این منفی 40 آر رو به سمت راست معادله انتقال میدیم. رابطه ما به این شکل نوشته میشه 400 مساویه 40 آر به اضافه 10 آر یعنی 50 آر. حالا ما اینجا طرفین رو اگه بیایم تقسیم بر 50 بکنیم به این صورت، مثلا طرفین تقسیم بر 50 بشه، مقدار آر مساوی میشه با 400 تقسیم بر 50 یا همون 8. الان ما میتونیم بگیم مساحت رو به دست آوردیم. مساحت دایره میدونیم که مساوی هست با پی آر به توان 2 و ما آر رو به دست آوردیم، پس میشه پی در 8 به توان 2 و 8 به توان 2 هم که میدونیم میشه 64. پس مساحت دایره مساوی شد با 64 پی و این 64 پی میشه جواب نهایی مسئله ما. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. لطفا ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، مواظب خودتونم باشید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.